نه که نگاه کنی زنی کی میشه؟ زنی کی میشه؟ من میگم زنی کی میشه. یا مویزه چی قلندر بوده. گرگالی با همین گپی گفتگید از الله شرم نداشتی؟ از همین نوار شما جوانها چی عبرت بگیرن؟ چی را میخواهی به مردم نشانتیه به همین خیل نوارهاتون؟ درباره زنی کی شدنش میگی یک مویز چیل قلندر خورده، یعنی یک زن با چند مرد نزدیکی کنه؟ وای بر حال شما که با همین خیل نوارهاتون ذهن جوانها را فاسد میکنی. بات یک سوال مرد باشی جواب ته. این همین خیل رفتار و گفتاره که در نوارهاتون با زنها میکنه، یگان مرد دیگر با خواهر یا همسر شما انجام تیه میفورتون؟ مگر با زنهای بیگانه این قدر شوخی و چکچک کردن برای شما حلال است؟ همین خیل شوخی ها و چکچک ها را در خواهراتون روا میدونه؟ مگر این کار شما دیوسی و بی‌غیرتی نیست؟ از الله نمیترسی شما؟ شاید بگویی که این تنها یک شوخی لفظی است، ولی همین گفته های شما در ذهن جوانان تأثیر بد و منفی خودش میگذاره. ببین روس‌ها و غربی‌ها یک باره در فحشا و بی‌حیایی ترقی نکردند. چگونه که الان می‌بینیم در آنجا یک زن با چند مرد میرسه و این را کاری زشت و بد نمی‌حسابند و گفتی تو یک مویز چیل قلندر می‌خوره. آنها همینطور آهسته آهسته در فحشا و بی‌حیایی ترقی کردند. پس شما در جامعه زنا و فحشا را پهن دارید. شما ترهیبگران زنا و فحشا هستی، معاونان و مددگاران شیطان هستی. طبق آیات و احادیث این گونه نوارهای شما گناهان جاریه است که بعد از مرگ هم در نامه اعمال شما گناه ثبت می شود. گرگالی و کسانی که همین نوارهای حرام پهن میکنی از الله بترسی و روز حساب و جزا را فراموش نکنی. در آن روز سخت پشیمان می شوی. این خیل نوارهای شما براتون درد سر می شود. خوب اندیشه کنی.